درصد شکر پتاسیم نیترات باید 38 به 62 باشه. یعنی وقتی 180 گرم پتاسیم نیترات داریم باید تقریبا حدود 110 گرم شکر استفاده کنیم. مواد را داخل یک ظرف فلزی میریزیم و آنها را با هم مخلوط میکنیم تا به خوبی قاطی شوند و اون را روی حرارت قرار میدهیم. حرارت باید کم باشه، چون اگه زیاد باشه یکهو مواد آتیش میگیره و کلا باید ظرف رو ول کنید. مواد آروم آروم به صورت مداوم هم میزنیم. حدود 20 دقیقه طول میکشه تا اینکه مواد به این رنگ قهوه‌ای رنگ تبدیل شود. سوختی که درست کردیم و یک تستی میزنیم.